حیفا ببینیم چقدر توی مبارک کرده حسن بزرگوار. یکی زیباترین مردم عرب بود، زنهای عرب. مردم عرب به این مثال میزدن، کسی رو میدیدن خوشرو میشد میگفتن خوشرویش به حیفا مانند است. ضرب المثل مردم عرب قرار گرفته بود. بایها خواستگاریش آمدن، ازدواج نکرد. وقتی مسلمان شد نزد حبیب خدا صلی الله علیه و سلم آمد. پیغمبر خدا رو گفت حبیب خدا مرا نصیحت بکن، من مسلمان شدم، مرا نصیحت بکن. پیغمبر خدا چند نصیحتش کرد. بعد گفت بچم شوهر کردی؟ گفت شوهر نکرده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت شوهر بکن. این نکاح نیمی ایمان تا کامل میکنه. نیمی دیگه هر سعی کوشش میکنه ایمان کامل میشه. حتما ازدواج بکن. این حیفا هم زنی هوشیار و زنی با ایمان و با عقل زیرک گو حبیب خدا من در اختیار شما، هر کسی رو که انتخاب بکنی بگوی فلانی را بگی من در قبولش دارم، نکاح منو بنشان بخوام. پیغمبر خدا گو حیفا اختیار در خودت یگان تا خودت خوش بگی. گو نه حبیب خدا شرط قبول شد دیگر. شما هر کسی رو بگید فلانی خوب است من اگر که قبول کنم تمام نفس میبخشم. زنها رو بگید چقدر زنهای خوب. زن خوب فرمانبری پارسا کند مرد درویش را پادشاه. درو 5 نوبت بزن بردرد اگر یار موافق بود در برد. حضرت شیخ سعدی میگه خدا رحمت. اگر زن خوب داری، زن خدا ترس داری، 5 وقت نمازک تا بخوام بی تشویش ایدیم زندگیت باشه، خانه و درد آرام است. خانه آمدی با این زن تو را با یک چهره کشاده پیشواز میگیره که خودت در زندگی راحت میکنی. و زندان قاضی گرفتار و به در دوام میگه سعدی خدا رحمت کنه. و زندان قاضی گرفتار و به اگر در خانه بینی و به ابرو گری. اگر زنی بد باشه، زنی خدا ترس نباشه، اگر دور آمدی و شکایتاش سر شد از کجا آمدی؟ زنا بی ادب باشن اولین سخن بدشان در دل مرد انمی سخن است. از کجا آمدی؟ چه بدل کردی؟ چرا فلان شد؟ توقعش گرفتگی. حضرت شیخ سعدی میگه اگر اتری زن داشته باشی فرمای گوانتنم برات بهتره. حیفا ببین چقدر مادر زیبا بود، چقدر مادر به اخلاق بود. میگه حبیب خدا قطعی شرطنامه کردن. پیغمبر خدا گفت که نباشم حیفا همین سحر اولین شده مسجد نماز بامداد که درآمد نکاح تو را با هم میخونیم. حیفا گفتن قبول حبیب خدا. سحر شده اول صهیب رومی درآمد. این صهیب رومی صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقیرترین صحابه بود. نه خانه داشت، نه پول داشت، نه مال داشت، نه چیز چاره. در همون صفحه پیغمبر درگان خیریه می آمد، همون میخوردن اهل صفحه. اولین شده صهیب رومی داخل مسجد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شد. نماز خواندن. پیغمبر خدا صهیب را فریاد کرد. حیفا را فریاد کرد. او حیفا همین صهیب به شرط ما راست آمد. او قبول حبیب خدا ما همون شرط هستیم. صهیب ازدواج میکنی؟ گفت میکنم و چی بکنم؟ چیزی ندارم ازدواج کنم. او چیز در کار نیست. این زنی زیبا بخوای نکاحتون بخوام. صهیب رومی گفت پیغمبر خدا قبول است که مهر شکر ببخشه. حیفا مادر من گفت که مهر بخشیدگیه. مهر من هیچ چیز نتما از براس خدا بخشید میشه. نکاحشون خواند. گفت صهیب بگی یک زن تا بره خانه. و حبیب خدا صلی الله علیه و سلم خانه در کجا است؟ کجا خانه؟ کنی خانه. ولی بچهای ما زن نمیگیره در 25 30 رفته است. مواد پول جمع کنم باید خانه قیمت بها بکنم. باید ماشین $500 بیارم. باید یک فلان مصرف ها بکنم در فلان رستوران $2000 از کس نگیرم اگر توی نمیکنم. این مردک خانه نداشت. حیفا گفت که حبیب خدا ما خانه داریم. این بایزنه بود حیفا. گفت ما خانه داریم. خانه شای ما. گفت نباشن برای دسترخوان آماده که صهیب این خانه بی پول هم شد. زنی بی پول خدا داد خانه هم برای دسترخوان آماده بود. و حبیب خدا پول ندارم برام یا نام بخیر بکنم. یعنی جنگ میشینم که خیریه اگر اومد در یگان چک میخرم در دین خدمت میکنیم. حیفا گفت که ولیمه شنبه بگردنی ما دسترخوان آماده میکنیم حبیب خدا شما بیاین دعا بکنیم صحابه ها قطعی بخیرین. ماشاءالله ماشاءالله. شب شد. شب عروس اینا عبرت بگیرن. اینها واقعا مسلمان شدن. ما میگیم مسلمان. بعد قصه اینها رو میخوانیم خودمون فراموش میکنیم به خدا. قصه بزرگا رو میخوانیم در فکرمان دو چیز میاد. یا که میگیم اینطوری آدم در همین کتاب بودگی یک کسی را نوشتگی همین طوری آدم در روی زمین نیست. یا که فراموش میکنیم که ما دیگر شرمندگی مسلمان نیست. شب شد میگه شب اول صهیب گفت که حیفا تو بهترین نعمت بودی خدا به من نصیب کرد.
من بهترین نعمت بودم، خدا مرا برای تو نصیب کرد. چی میشه؟ همیشه با ذکر خدا و با دل کرد نماز و بندگی خدا برای شکر پروردگار عبادت کتی بگذرانیم، چی خوب میشه. حیفا رو گفت عجب نصیحت خوبه. جای نماز پرداختن تا سحر عبادت کردن، طاعت خدا کردن، عبادت کردن که خدا ما را این نعمت نصیب کرده است که ازدواج کردیم. این عید نعمت بزرگ برای شب و عروس چه نعمت دیگه هست؟ در کرد نماز کتی، نماز صبح کردن، شب صبح کردن، رفت مسجد پیغمبر خدا حبیب خدا صهیب فیراق کرد و صهیب پیش بیا این شب چیکار کردی؟ اون شب طاعت خدا کرده، بندگی کردیم برای شکر خدا. پیغمبر خدا گفت که بشارت برات، این شب ای والا هدیت خداوند رایی کرده دی تویانت، پدرکه تویانت. پروردگار از بالای عرشش برای صهیب توی داره گفته هدیه رایی کرده است. گفت چی هدیه باشه حبیب خدا؟ گفت این شب چی کار کرده نمیدانم، چگونه خدا را شکر کرده، بندگی کرده که جبرئیل همین صبح آمد در مسجد بودم، صبح دمیدن در جبرئیل همین آمد. گفت حبیب خدا صهیب با حیفا بگو این عمل شبی که کردن پروردگار گناه حق داره از اول تا آخر بخشیده است. این شب بچگی این است، عروسیش دامادی این است، شب خرسندی این شب است برادر عزیز. شب خرسندی شب گناه و معصیت نیست، این شب خرسندی است. صهیب رفت خانه، همسر زیباش گفت همسر زیبا حیفا خدا تو را خیر بوده، این شب پروردگار گناه هر دی ما تو را بخشیده است. جای نماز بودی، جای نماز گیری پرتاف سر دست سجده نام گفت ای الله این جسدی که نو ای گناه تازه شده دیگه آلوده گناه نمیخواهم بشم، پروردگار را امانت بگیر دیگه آلوده گناهش نکن. الله مهربان میگه امانت گیری. حیفا هم پرتاف جای نماز گفت خدایا آواز یا عاشق شنیدی، من هم نمیخواهم دیگه آلوده گناه شم، نو از گناه پاک شدم، خدایا دیگه آلوده نکن. خداوند هر در امانت گیری. این از خرسندی برادر است. ما چنین خرسندی باید داشته باشیم. زنی خوبی فرمان برای پارسا همین است برادر عزیز. زنی خوب، زنی خوشمنش خواه، نروی خوب. سعدی میگو که آمیزگاری بپوشد باید. زنی با تقوا بخواهیم، زنی خدا ترس بخواهیم، برای آینده فرزندمان زنی بخواهیم که مادری برای فرزند ما و شما بود.